این چینیا دیگه شورشو در آوردن. یه ربات ساختن که کوهنوردی رو تبدیل کرده به تفریح پدر بزرگا. اسمش اگزواسکلتونه، یه لباس رباتی عجیب که به پا و کمر وصل میشه و با هوش مصنوعی حرکت بعدی بدنتو حدس میزنه. یعنی قبل از اینکه قدم برداری خودش بهت نیرو میده تا بدون خستگی بری بالا، بدوی یا حتی دوچرخه سواری کنی. اول فقط برای آدمای پیر و ناتوان ساخته شده بود، ولی حالا ورزشکارا، نظامیا و کوهنوردا عاشقشن، چون نه خسته میشن نه به بدنشون فشار میاد. جالبتر این که وقتی از کوه پایین میای، انرژی حرکاتت رو ذخیره میکنه و خودش دوباره شارژ میشه. الان چند مدل ازش ساختن، هر کدوم سبکتر و هوشمندتر از قبلی و قراره به زودی برای کارگرا و معلولا هم عرضه بشه تا خستگی از زندگی حذف شه. اگه یه دونه از این لباسا بهت بدن، اول باهاش کجا میری؟ نظرتو بنویس و پیجم رو فالو کن تا آینده واقعی رو ببینی.